به سبب زنا طلاق در بین زن و مرد میافتد یا نه، ما کمی برای آدمی به عقل بیان کردیم. من برای بسیار گپ نمیزنم به خاطر آنکه آنچه که گفتنی هایی که داشتم برادرها من همش گفتگی هم و دسترس کردن اونا حاضر هیچ مشکلات هم ندارد. برای آدمی گوش کننده همه جا پر از همون هر باب، چی بابی که میخواهی، مخصوص درباره زنا اگر کسی که مفصل گوش کرده باشه و ذره ایمان داشته باشد شاید گپی نمانده باشد که نگفته باشیم که 5 ساعت رفتگی است. ولی من برای شما یک گپ میزنم که وقتی که حضرت امام مالک میگد من یک جوانی را همسایه داشتم، همسایه بود، میگه در کار اومد در حیرت مونده بودم. امام مالک صاحب مذهب اینه، میگه در این میرفت آزاد، میگه این لخچه علاوه به دستش میداشت تماما در جسمش تاثیر نمیکرد. میگه بعدا روز پرسیدم این چی سبب است که دستی تر آتش ده میسو، ما دستمون دراز بکنیم میسوزه، حاضرم دستمون کدوممون دراز کنیم میسوزه، چرا دستی تو نمیسوزه؟ میگه جوان گفت که حضرت گفتن من خیلی یک زن بسیار صاحب جمال ده عاشق شده بودم و خواهیشم باز و یا دختر بسیار خدا ترس بود، ولی دایم تمنای من همین بود که با اون نزدیک شم. و روز از روزها میگه این چیز برای من قحطی ها و ناداری ها آمد بالای آن دختر و سبب شد و آن دختر نزد من آمد. بعدا میگه ما وقتی که یک بار آمد گرداندمش، یک بار آمد گفتم که به شرط من نان میتیم یا مبلغ میتیم که اگر با من همخوابه میشه رفت. دویم بار آمد رفت، سیوم بار آمد بعدا میگه گفت که من راضی، لیکن شرط همین که کنی از دروازه رو همه را بند که تا که کسی موت را نبینه. میگه بعد از آن دروازه ها را میگه این جوان بسته بود است و آمد و گفته است این ما تیار همه بسته. میگه این دختر نمیدانم که این سخنی او بود سخنی کسی دیگر بود. میگه این قدر بسوی من میگه به حیبت گپ زد که ای انسان آخی خدا گفته است الم یعلم بان الله یرا، تو نمیدانی که همه درها بسته می شود ولی دریچه ای که خداوند انسان نظارت میکند او دریچه بسته نمی شود. از اونجا به بنده دایم نظارت است، او در بسته نشد و او در ما اوتر نگاه میکند چه ما در نگاه پروردگار همین کار زیشت انجام تیم. این مرد میگه وقتی که اینش شنیدم همین در وجود من یک گرمی، همین خیلی یک محبت پیدا شد به سوی خدا و گفتم الان من از تو دعا میخوام که در حق من دعا کن. میگن این دختر همین دعا را کرد که خداوندا یک لحظه پیش همین بنده در وجودش یک گویم که گرمی و شعله شهوت داشت، الان که او همین شهوت خاموش کرد، همین شعله شهوت خاموش کرد، همین آتش شهوت خاموش کرد، خدایا تمام آتش دنیا را برای این بنده حرام بگردان. میگه دعاش قبول شد. بعدمو هر جایی را که از گرمی هایی که دست و میدارم دستم نمیسوزد. زی خاطر برادر عزیز و گرامی این دست ها، این چشم ها و هر یک اعضایی که در راهی زنا است یا راهی نادرست است قدم میزند فراموش نکنید که قسم به نام پروردگار هر کدامی را خداوند الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دستات گواهی میدهد، پات گواهی میدهد که تو در دنیا چی ها کردی و این باعث شرمندگی انسان در روز قیامت میشه. السلام علیکم داملا، ما طلبه های مدرسه محمدیه خواهران شما سخن شما برای سخن شما را گوش کردن آمدیم. التماس در حق ما دعا کنید. خداوند شما را از جمله خواهرای با عفت و خواهرای طالب علم و خواهرایی که در خواندگیتان عمل کننده باشین از جمله اینها گردانه و خدای مهربان شما را مادرای اساسی گردانه و خداوند از بطن شما از بین شما
فرزندای جسور و با غیرت و با ایمان پروردگار با وجود بیارد. الله اکبر. السلام علیکم داملا حاجی مرزا، زن حامله‌دار روزه گیرد درست است؟ میخواهم از زبان شیرین شما شنوم. اگر مثال زن حامله‌دار باشه و طبیب‌ها گویند که اگر روزه گیرید ضرر به کودک میشود، اگر عنیف باشد همینجا روزه را نمیگیرم. چگونه که از زنی که کودک معده داره و روزه داشتن سبب میشود، مثلا شیر ای غذا میشود، اما غذا که نباشد شیر نمیشود. همینجا دا برای ببینید همون کودک معده که داره ترک که داره گویم همون را غذا خوردنش درسته در رمضان مقصد روزش خوردن اجازت میتن. با همین خاطر اگر زن حامله دارم روزه اگر ضرر کند طبیب‌ها گویند همینجا دا روزش را نمیگیرند. یکی اگر ضررش نکند باکی نداره، زیرا که پیامبر گرامی در حدیث‌های مبارک میگه که صوموا تصیحوا، هر انسان اگر روزه گیرد تندرست میشود. ولی اگر این حالت از زبان طبیب‌ها برایت که مثال در فلان ضرر دارد باز ایستد گناهی ندارد. السلام علیکم، اولا خوش آمدید. ثانیا تشکر که تمام درد دل را گفتید. ثالثا خواهش دارم که درباره آن بگویید که شخصانی که مال برادر را میخورند و پولش را بعد میدهم ولی نمیدهم حالشون چیست؟ کسی که پول شما را میخوره، حق شما را میخوره، یک کار ایده برادر عزیز، شما بای نمیتید، شما خودتان آدمی گویم بای دادگی نگیرید. این فضل خدا است که برای 4 سومی که از شما گرفته است روز قیامت شما حسنات چه میگیرید. این برای شما بای دادن نیست. اگر از شما 1000 سوم گرفته باشد در روز قیامت اگر از آدم تو 1000 ثواب بگیری میدانی که اگر خداوند برای تو یک کوشکی 2 آشیانه کرده باشد این 1000 ثواب این ممکن کوشکی تو را 10 آشیانه کنه. برای همین این پولخورها، این خیانتکارها، این انسان‌هایی که حق مثال کسی را طلا و تاراج میکنن فراموش نکنند اینا مفلس‌های روز قیامت هستند. پیامبر گفتن اتدرون من المفلس، میدانین مفلس کیست؟ بعد اصحاب چی گفتن؟ گردباناش گفتن المفلس من لا درهم له ولا متاع. یعنی آدمی که پول نداره متاع نداره گفت مفلس است. نه، مفلس کسی است که روزه داره، نماز داره، خب کارهای خیر داره، زکات داره، دیگه داره، ولی در دنیا کسی را حقش خورده است یا کسی را دشنام کرده است یا کسی را قتل کرده است. روز قیامت اونها را همش خدا حاضر میکنن، در عوض همون خوردگیاش حسنات چه میگیره در اینا میتیه. بله، بانکرات در کاری ثواب چیزی نمیماند، کارش که بغیر خطا چیزی نماند، ملائکه عذاب میگه که برداریم برای در جهنم پرت کنید. برای همین شما بای نمیتین. اگر تیان خود خیر بجان شد ندادن انشاءالله پروردگار قاضی روز قیامت است، البته حق شما را از اینها اونجا گرفتن میتین. اگر در دنیا هر راهی را که میتونید برای گرفتن استفاده برید، با کدام راهی نباشد پولتان را طلب کنید بگیرید، نشید بعد حوالش را به قیامت کنید. اگر خیلی بگیم گفتیم روزا بقا باشه اگر حوالش را به قیامت کنید، بعد اونجا خداوند هر یک به خیر میغلطانه که او را در دنیا کسی گفته نمیتونه. پروردگار بزرگ است. خب السلام علیکم برادر حاجی مرزا، درباره شرک کمی میگفتید، التماس بعدا دعا کنید که فرزند دارم او بیمار است، دعای جماعت قبول میشود. الله راضی باشد رحمت. البته خدای مهربان دعای جماعت ما و شما را قبول میکنه. خداوند بیماری های شما را علاوه خصوصی بیماری که خواهش کردن شفای کامل و بیماری الله اکبر. مسئله شرک مسئله خیلی طولانیه. برای که ما زیارت کنیم مایلش برای دادرای عزیز ما حاضر سمر میریم. برای سمر باید که با به تنفس اوفا بریم. برای پاگا بیگایی ما علاقه پرواز مسکوه داریم. آنها خدا همین 10 روز خدا قبولش کنه این همی خواه همه ای استفاده نماندگی نمی کردقان حاضر دیگر به نام خدا گفنه میگیره. برای خدا قبولش کنه و وقت محکمه برای که علاقه ما اونجا مسکو دا وعده کردگی
برای ما قطعی شما بعد گفتن بیاین زیارت کنین. زیارت به ترتیب باشد. زیارت های خیلی بی معنی نشود. خب با ترتیب برادرای عزیزم این زیارت ان شاء الله اگر زیارت هم نکنین شما همین محبت اخلاص دارین خداوند ای شما قبولش میکنه. اگر زیارت کردن ولی مایلش اگر چند که مثال با کدام تیا که دستی سلام هم کردیم بعد رنگ همون سبشینی روی میکنین رنگ هم سبشینی نشود. این بعضیات تا تلفن تا نمیگیرم تلفن نمیگیرم به معنای که ما یک نفرم برادرای عزیز شما مرا فهمید ما یک نفرم با ما خانه دارم زن دارم کودک دارم کار دارم خواب دارم پدر دارم رقص دارم همه اینو در گردن ما بعضا میامی است بعد تلفن ها زنگ میزنن نمیتونم گرفته یا در اکثر وقت ما در دعوتیم من 4 روز در دوشنبه 3 روز در کلو همین 3 روزم با به خاطر مهمان ها میان جمعه میرم و اینا مثال ما دویم بیرون از خانه بعد تلفن ها که مثال پراپوشینی ها میشه بعد سبچینیش رو میخوانی آجی تلفن کم بغل ها رو هم بگی دوست می‌داریم یکی تلفنی مثلا این کم بغلا را بگیریم ایلا یعنی آخر ما قبول نیستیم که اصلا شما را پسند نکنیم حضرت زیادت خطری شود